جان کلیم پاپا مره. تو با زبانی تاجیکی گپ زدی؟ من برای چی تو زبانی روسی را یاد دادستم؟ چند بار شد گفتم که زبانی تاجیکی گپ نزن. از این عدد لیباساشو میگیرم میریم ریم پاپا مالی. من تو چند بار گفتم که چیزای تاجیکی تماشا نکن. تا تست درسای روسی تا تیار کن. هیچ فایده نیست. جان چو کاتران چی بازیقی چی گپ شد مرا چم نمیمونم بود که تاجیکی تماشا کنم. تو برام قچی زیق شدی زیق نشوه و چش دیگه چی در نظر داشته اگه روز برام میرم بچشم میفهمم خب تو زیاده تا بشیم بریم صفیه من نفهمیدم این خوبه شده چی بود چرا ما باید با دیگر زبان گپ میزده ایم من نفهمیدم راست آخی چون نکنه همه جده استودم ما نید بخونم برم روسیه یکمون کاریر خچه بسازم یکمون چی شبه بخچه چی روسیه همین روسیه که مردم وقتی رفتن در فرودگاه شب و روز خواب میکنن یا که مردم تاجیک رو عموما قدر نمیکنن همینجا رو در نظر بگیر اوه شید نخونم میشبه نه خواند نه آموزد این بهترین است لک تو با این رفتارهایت میفهمی تربیت کودک رو ویران کرده ایستاده تو با این رفتارهایت حسی وطن دوستاری رو در این کودک ویران کرده ایستاده آخر نسل نو است آینده ملت هستند ما باید اینها رو طور تربیت کنیم طور فهمونیم که حسی وطن دوستاری در این کودک ها باشند آخر چرا حتما باید به دیگر دولت روند ببین تاجیکستان خودمون چقدر آباد شده است ببین محترم جناب عالی با ما چی کارها نکردند همه شرایط رو مهیا کردند آخر جناب عالی بارها قید کردند که من و شما رو در یگان دولت بیگانه یگان نفر انتظار نیست میفهمید ما باید فرهنگ خود رو ما باید زبان تاجیکی خود رو باید حفظ کنیم چه که شاعر میگوید لفظ هندی در عذوبت شکر است اما گفتار تاجیکی از آن شیرین‌تر است میفهمید خب من خطرش نفهمیدم همه این کارا برای فکرت چه فرزند نیست لیک نفهمیدم که نفهمیدم